سلام دوستان گرامی در هر کجای دنیا هستید، شب خوشی براتون آرزو میکنم. با دو خبر بسیار مهم در خدمتتون هستم. دو شهر شادگان و ایزه از دست نیروهای ایران سقوط کرد و آزاد شد. بنا به اخباری که من خودم در تماس با چند عرب ساکن منطقه تایید کردم، شهر فلاحیه که فارس ها به آن شادگان میگویند روز گذشته سقوط کرده و به دست عرب ها و مردم محلی افتاده و هیچ طرفدار دولت ایران در اون شهر زندگی نمیکنه دیگه. یعنی تمامی نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی از شهر خارج شده و پا به فرار گذاشتند. در حقیقت مردم 300,000 نفری شهر فلاحیه یا شادگان آزادی و استقلال خودشون رو به دست آوردند و از زیر یوغ پرچم و دولت ایران آزاد شدند. خبر دوم مربوط به آزادی شهر ایزه در همین استان، یعنی اقلیم الاهواز هستش. شهر ایزه هم در نبردی که در میان نیروهای وفادار به دولت جمهوری اسلامی و عرب‌ها و همچنین لرها جریان داره لحظه های آخر رو طی میکنه، اما بیش از 80% این شهر به دست مردم بومی لر و عرب ایزه افتاده، آزاد شده. اما همچنان در چند محله محدود این شهر نبردهایی، درگیری‌های مسلحانه‌ای بین مردم شهر و پلیس و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و بسیج در حال تداوم است. اما انتظار میره که مردم بتونن در چند ساعت آینده، حتی در طول امشب، این شهر رو به دست بگیرن. اما نگرانی مردم عرب و لر از این هستش که ایران در پاتکی که خواهد زد این شهرها رو دوباره در اختیار بگیره. عرب ها اعلام کردن که ایران نیروهای مورد نیازش رو از عراق وارد میکنه، یعنی در حال وارد کردن نیروها از عراق بوده، مزدورانی رو از اونجا میخواد وارد الاهواز بکنه و این دو شهر رو دوباره تسخیر بکنه. برای همین هم به گفته عرب هایی که در این دو شهر بودن، مردم محلی دارن در شکل کمیته های محلی انسجام پیدا میکنن، مسلح میشن تا در مقابل هر نوع آفند یا حمله نیروهای وابسته به دولت ایران مقاومت کرده و پدافند بکنن، یعنی در مقابل اونها مقاومت بکنن و حمله و هجوم نیروهای ایرانی رو بشکنن. امیدوار هستیم که مردم دیگر نقاط کشور هم از این دو شهر الهام گرفته و برای به دست گرفتن آزادی خودشون به پا برخیزند و شهرشون رو از نیروهای وفادار به ایران و دولت مرکزی آزاد بکنن. در اینجا این خبر رو به پایان میبریم، ولی هر نوع خبر جدیدی رو به زودی در اختیار شما قرار خواهم داد. شب خوش، خدا نگهدار.